سوره مبارک الرحمن که سوره 55 قرآن عظیم و شان است، در مدینه منوره نازل شده. متشکل است از 78 آیه مبارک. ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است. در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده. و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعله از آتش آفرید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ دو دریا را در هم آمیخت طوری که با هم ملاقی می شوند. در بین آنها حائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و از آن اوست کشتی های کوه پیکر ایجاد شده در بحر. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هر که بر روی زمین است فنا شده نیست و تنها ذات پروردگار تو که صاحب جلال و عظمت است باقی می ماند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید. او هر روز در شأن است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ به زودی به حساب اعمال شما می پردازیم ای دو ثقیل جن و انس. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز گذر کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ شعله های صاف از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود. پس از خود دفاع کردن نمی توانید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هنگامی که آسمان شکافته شود و با یک بارگی مانند چرم سرخی شود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ زیرا مجرمان از سیمایشان شناخته می شوند. پس به موی پیشانی و پای خود گرفته می شوند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردند. میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش ترسیده است دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ دارای شاخه های انبوه اند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آنها دو چشمه جریان دارد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آن دو از هر میوه دو جوره است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ بر فرش هایی که از های آنها از حریر است تکیه زننده اند.
و میوه های رسیده آن دو باغ به آسانی در دسترس می باشد. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آن بهشت ها زنانی اند که نگاه هایشان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بهشتیان هیچ انس و جن ایشان را مس نکرده اند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ گوی ایشان یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و جز این دو بهشت دیگر است. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ باغستان های سرسبز سیه مست. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آنها دو چشمه فوران کننده است. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آنها میوه ها خرما و انار است. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آنها زنان نجیب و زیبا به سر می برند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ در آن حورانی است در خیمه های نگه داشته شده. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ که پیش از ایشان هیچ انس و جن ایشان را مس نکرده است. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفیس تکیه زده اند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ با برکت است نام پروردگار صاحب عظمت و مکرمت تو.